5:45 دقیقه منطقه زردنجان اصفهان. این کوه انرژی هسته‌ای ساعت 5:30 4:30 صبح صدای انفجار تیر اومد. هیچ خبری نبود. صدا پدافند دفاعی بود، همین پدافند هوایی. این عزیزان که اینجا میبینیم صدای ایشون بود و اونجا امن هیچ خبری نیست. حداقل توی منطقه که ما هستیم نه جای خورد نه جای آسیب دید هیچ. سلام، امروز 31 فروردین ساعت 5:45 دقیقه منطقه زردنجان اصفهان. این کوه انرژی هسته‌ای ساعت 5:30 4:30 صبح صدای انفجار تیر اومد. هیچ خبری نبود. صدا پدافند دفاعی بود، همین پدافند هوایی. این عزیزان که اینجا میبینیم صدای ایشون بود و اونجا امن هیچ خبری نیست. حداقل توی منطقه که ما هستیم نه جای خورد نه جای آسیب دید هیچ. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.